السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه وزارت امور داخله در 7 روز گذشته خوش آمدید. پلیس خوست 3 تن را در پیوند به قیچی نمودن موهای سر و بروت یک شهروند در این ولایت بازداشت کرد. حافظ عبدالرشید عمری در دیدار با فرد متضرر وعده نموده بود که افراد متذکره را بازداشت و به پنجه قانون می سپارد. مولوی عبدالله مختار معینی تأمیناتی وزارت امور داخله با مسئولین ولایت غور دیدار نمود. الحاج ملا احمد شاه دیندوست والی ولایت غور و مولوی صدیق الله شاهین قماندان امنیه آن ولایت با مولوی عبدالله مختار معینی امور تأمیناتی وزارت امور داخله دیدار نموده و در مورد مسائل امور تأمیناتی ولایت غور و همچنان روی موضوعات مهم دیگر بحث کردند. پلیس مبارزه با تروریسم ولایت فاریاب یک دیپوی بزرگ سلاح و مهمات را که شامل سلاح‌های سبک و سنگین بود در مربوطات ولسوالی قیصار این ولایت کشف و ضبط نموده و 1 تن را در پیوند به این رویداد بازداشت کرد. پلیس مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه ولایت کندوز طی 6 ماه گذشته 96 تن را در پیوند به قاچاق و فروش مواد مخدر بازداشت نمودند. از نزد افراد بازداشت شده مقدار زیاد مواد مخدر نیز به دست آمده است. پلیس سرحدی وزارت امور داخله 1 تن را که می‌خواست مبلغ 310,000 یورو را از طریق بندر اسلام قلعه به طور غیر قانونی به کشور ایران قاچاق نماید دستگیر کردند. این بود دستاوردهای 7 روزی وزارت امور داخله. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا می‌سپارم.